درود خدمت بینندگان محترم رسانه با هم. من کامبیز گیلانی با برنامه دیگری یعنی اینکه برنامه جدید تازه است و روزهای سه‌شنبه این رو ما به طور یک هفته در میون این رو پخش میکنیم. حالا این برنامه چی هست؟ این برنامه اسمش هست کاروان داستان و مربوط میشه به داستانهایی که به طور ویژه داستانهایی که خود من نوشتم و دلیلش هم این هست که دوستانی که به هر حال میشناسن ما رو یا منو در این زمینه پیشنهاد کردن که این داستانها خونده بشه، به دلیل اینکه حرفشون هم این هست که خب نویسنده‌ای که خودش این کار داره انجام میده یا انجام داده یا یه رسانه‌ای هست، بهتره که از این تصویر و از این صدا استفاده بکنه و خودش داستاناشو بخونه و این هم از نظر نوع خوندن و هم از نظر نوشتاری که هست میتونه کمک بکنه در اون راستا، یعنی راستای داستان کوتاه، و دیگران رو هم تشویق میکنه و اونها هم میتونن این کار رو انجام بدن و البته تا جایی که به ما برمیگرده دوستانی هم که داستان نوشتن یا مینویسن یا دوست دارن که پخش بشه میتونن از همین رسانه استفاده بکنن و داستاناشون رو برای ما بفرستن که ما یا من به طور مشخص این داستانا رو براشون بخونم. حالا داستانای کوتاهی که به طور مشخص به من مربوط میشه و نوشتم در طول این سالها و به طور متناوب در 5 کتاب منتشر شده، اینا به تعدادی بالغ بر 70 میرسه و این داستانها رو ما به این شکل که به شرایط زندگی امروز مردم و روابط اجتماعی و فرم زندگیشون برمیگرده این رو تنظیم کردیم و این رو ما با استفاده از ادبیات سعی میکنیم تو اون زمینه‌هایی که وجود داره هم قدری رخنه بکنیم و بتونیم این آگاهی رو یا این دانش رو به جامعه منتقل بکنیم به میزانی که اون داستان‌ها اجازه میدن. خب حالا داستان اول رو که از کتاب شبح سیاه‌پوش میخونم براتون، اسمش هست ستاره‌های شیشه‌ای. میریم یک موسیقی مختصری گوش میکنیم و داستان رو شروع میکنیم. خب دوستان، رسیدیم به داستان شبح سیاه‌پوش. این کتاب منتشر شده شاید 25 سال پیشه و این داستان رو من با این داستان شروع کردم که میگه اگر متاع درخوری است تعلق به ادبیات جهان به طور عام و ایران به ویژه دارد، کمبودی وجود دارد عذرش به گردن حقیر است، بیکار نباید نشست، حتی اگر وقتی دست به سوی کاری مفید میبری دستت را میشکنند. وظیفه را باید انجام داد، آن را باید شناخت و بهای سختیش را پرداخت. هم از این روست که می نویسم. خب این رو در ابتدای کتاب نوشته بودم و اسم داستان هم با یک جریانی در ارتباط هست که اون جریان هم در این داستان باز میشه. و حالا داستان: پاشو ده این دست اون دست نکن، رفت
تموم شد. چی پاشه؟ چی رفت؟ کجا تموم شد؟ تو جایم هستم هنوز. انگار تو ذهن هم چیزهایی دارند رد و بدل می شوند. آقا گفتم پاشو، رفت. پاشو بابا جون، بیداریه. نرم نرمک پلکای چشمم تکان می خورند. یک دفعه باز می شوند. می بینم دوباره سر و کله‌اش پیدا شده است. چند وقتی بود که پیدایش نبود. بیدار شدی بالاخره. بازم که تو پیدات شد. فکر کردی که تنهات میذارم؟ نه، تعجب کردم چرا یه دفعه غیبت زد. حالا پاشو بریم تو راه واسط تعریف میکنم. از جایم پا میشوم. آبی به دست و صورتم زده و نزده از در میزنم بیرون. خوب تیز شدی یا؟ آخه دیگه شناختمت. اولین بار چند وقت پیش آمده بود. همینطور بی آشنایی قبلی. آمد و گفت پاشو، پاشو، پاییز سر کوچه منتظرته. جا خورده بودم. وقتی که مجبور شدم و دنبالش رفتم دیدم همه درختها سیمپیچی شدند. از هر شاخه‌ای لامپی شکسته آویزان است. از سر کوچه تا آنجایی که چشم کار میکرد آدمها روی زمین غش کرده بودند. گفت چیه؟ انتظار داشتی درختها هم سبز باشن؟ گفتم نه، خیال میکردم لامپاش سالمن. با بی‌تفاوتی ادامه داد یا شاید گمون میکردی به جای آدم روی زمین برگای رنگارنگ خشک شده میبینی. گفتم حالا مگه اینا با اونا چه فرقی دارن؟ بعد یک دفعه زد رو کتفم و گفت تو دیگه عجب حرومزاده‌ای هستی. تا آمدم بهش چیزی بگویم و نشان بدهم که از کارش جا خوردم آقای نصرتی را دیدم که جلوی ایستگاه اتوبوس ایستاده است. خودش پیش آمد و گفت کم پیدایی آرمان جان. گفتم کم سعادتم. حال شما چطوره؟ ناله سر داد که چی بگم، 8 ساله دارم جای زخم خون میخورم. با نمک خودم رو دارم درمون میکنم. خواستم دلداریش بدهم. درست میشه، دیگه چیزی به تش نمونده. با بغض بیشتری گفت ای بابا، کدوم درست کدوم آخر. تا خواستم دلیلی بیاورم که یعنی به این دلیل دوباره درست شود، از آن جلو داد زد بیا بابا، ولش کن پیرمرد بیچاره رو، باز گیر دادی به مردم. از آقای نصرتی عذر خواستم و به بهانه انجام کاری خداحافظی کردم. بابا کمی ادب داشته باش، مگه نمیبینی دارم با مردم حرف میزنم؟ خونسرد ادامه میدهد بیا بریم اون جلوتر، میخوام یه عالمه چیزا نشونت بدم. نگاهی به آسمان میاندازم. هیچی نمیبینم. نه هواپیمایی، نه سیم برقی، حتی اثری از دودکش‌های کارخانه‌ها با آن دودهای غلیظ و مشکی دیده نمی‌شود. چی می‌بینی؟ سرم را پایین می‌آورم و نگاهش می‌کنم. همین که می‌خواهم جوابش را بدهم کسی به نام از پشت صدایم می‌کند. آقا جات خالی، چه هوایی، 2 هفته تموم عشق کردم. به جون آرمان هیچ جا ایرون نمیشه. 6 سال بود نرفته بودم. یعنی اصلا تفریح نرفته بودم. همش کار کرده بودم و بیچارگی کشیده بودم.
جدا که جات خالی بود. تا آمدم چیزی بپرسم ادامه داد: راستی برنامه‌شو ردیف کردم که دختره رم بیارم اینجا، با خانواده‌ش هم کارو تموم کردم. آخ که جدا زندگی چقدر قشنگه. حرفش که تمام شد تو یک فروشگاه بزرگ بودیم. چشمش به چیزی افتاد و با عجله از من فاصله گرفت. آقا پس فردا شب. آینه ها دور و برم را گرفته بودند. همشان مرا و خیلی های دیگر را به هم نشان میدادند و مسخره‌مان میکردند. چی میبینی؟ سر و صدا. دلت میخواد کلاغ پروازی کنیم؟ جوابش را ندادم. بی اختیار به یاد همه ترانه های غمگینی افتادم که هر روز صبح تو سرم میپیچیدند. یاد همه آن حرف های رنگی افتادم که تنگ غروب های بچگی فرمان آرامش را، سکوت را و استقبال از شب را تو گوش هام میچپاندند. میخوام ببرمت اونجا که دیواراش کوتاهن. بذار تو حال خودم باشم بابا. که چی بشه؟ قصه بخوری؟ آره. نه اصلا تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ نکنه همه اینا خوابن؟ بعد پیش خودم فکر کردم حتما همه این راه دارد توی خواب اتفاق میافتد. سعی کردم پرواز کنم، نشد. خب قبلا هم چنین چیزی شده بود. سعی کردم بپرم، نشده بود. ولی فردا صبح فهمیده بودم که همش خواب بوده است. بعضی وقتا در خواب مچ خودم را گرفته بودم. خواب کدومه؟ پس تو حتما مرگی. آره تو مرگی که اومدی منو با خودت ببری. بازم که رفتی تو خیال پردازی و فیلمسازی، حواستو جمع کن، اون جلو رو نگاه کن. دیگر تو فروشگاه نیستیم. روبرو رودخانه‌ای بیرنگ از نقطه‌ای از آسمان سرازیر است. پشت آن زنی را می‌بینم که فرزندش را به دنیا می‌آورد. فرزند به سرعت رشد می‌کند، بزرگ می‌شود، بزرگتر. بعد می‌میرد. بی صدا. چند نفر می‌دوند، چند نفر دیگر به دنبال آنها. بعد پر می‌کشند. بعد رود یک دفعه قرمز می‌شود. زمین سبز می‌شود، زرد می‌شود، می‌سوزد. دوباره رنگ‌ها سرد می‌شوند، یخ می‌زنند. صداهای درهمی گوشم را خط خطی می‌کنند. چی میشنوی؟ کجا پرت شدی دوباره؟ یاد اولین باری افتادم که اومدی سراغم. همون موقع که پاییز رو سر کوچه سر بریده بودن؟ آره. بدجوری سرشونو بریده بودن ها. میدونم. ای حروم زاده. بهش توجهی نمی کنم. بعضی وقتا خیال میکند خیلی سرش میشود. خیال میکند جملاتش پرمحتوایند. خیال میکند فوشهای فنی هم نثار این و آن یا حتی خود من میکند. دفعه آخر میگفت که مرا از خودم هم بهتر میشناسد و به من میگفت که میداند برای چه زنبورها خوششان میآید در گوش من وزوز کنند. میگفت تنها مشکل من نفس کشیدن است. هنوزم میگم. خب حالا که پاییز رو سر بریدن چی جاش آوردن؟ مگه قراره چیزی جاش بیارن؟ میگن هرچی بره جاش یه چیزی بر میگرده. کیا میگن؟ چه میدونم، همونایی که این دنیا رو ساختن و دارن پیش میبرن. کدوم دنیا رو؟ با صدای بوق ماشین میایستم. سر چهارراه ایستادم. هیچ ماشینی نیست، هیچ چراغی هم. اصلا چهارراهی هم دیگر نیست.
درختهای سیمپیچی شده همگی اره شدند. زمین را شیشه های لامپ های خرد شده برداشته است. آدمها پیدایشان می شود. اول تک تک، بعد دوتا دوتا، بعد 2 تا 5 تا، 10 تا 30 تا، 100 تا 1000 تا، 10,000 تا. صدای نفسشان همه جا را بر می دارد. بوی عرق تندشان نفسم را بند می آورد. همه پا برهنند. دکترها پیداشان می شود. صدای وزوز زنبورها گوشم را می خراشد. بچه ها تو خیلی دوست داشتی نه؟ آره. هر 3 تاشون مردن. کوچیکه اسمش چی بود؟ آزادی. جنگ همینه دیگه. شب آدم دیر شده بود. جای خوابم عوض شده بود. آزادی را نتوانستم ببوسم. دخترم با 2 تا برادرهاش سوار آخرین بمب شد و رفت. حالا میخوای برات یه زن بگیرم؟ با چی میگیری؟ که پیشش بخوابی دیگه. اون وقت خوب نمیتونم بخوابم که. دیدی گفتم مرد نیستی؟ نگفتی چی هستم؟ چرا گفتم؟ حرومزاده. چه نسیمی، چه عطری، چه صدایی. روبروی دریا ایستادم. باد گرمی سوار امواج است و از دور مرا نشانه گرفته. کف پایم همین که می رود بسوزد. هجوم موجی رفیق خنکای خود را به پای من می نشاند. زیر پایم ماسه ها جا به جا می شوند و خود را به آبی می سپارند که گرمای قلب سوختم را در آغوش گرفته است. قلبی که تصویر سوخته آزادی کوچکش را دیگر نمی توانست ببیند. صدای وزوز، صدای وزوز فقط یه جور ولت میکنه. گفتی پاییز رو سر بریدن؟ گفتی هیچ جام جاش نذاشتن؟ گفتی بلند شو بریم بیرون؟ حالا کجا بریم؟ چی میخوای اصلا از من؟ حرفی نمیزند. نگاه هم میکند. بعد خندهش میگیرد. میخندد. بلند. خیلی بلند. همه جا بیرنگ میشود. از همیشه بیرنگ تر. تمام دور و برم آینه ها شروع به خنده میکنند. رادیوها سر صداشان بلند میشود. تصویر تلویزیون ها به هم گره میخورند. آدم تغییر میکند. شکلش. گوش نمیشنود. اصلا گوش دیگر چیز دیگری است. چشم برای دیدن نیست. مرد نیست. زن. تولد تعریفی ندارد. صدای خنده‌اش را دیگر نمیشنوم. دیگر هیچ صدایی نیست. صدا اصلا صدا نیست. حواست پرته. تازه از همینجا بودن سوار راه میشه. آخه از اونجا که تصویر درست نمیشه. کی میگه؟ علم. کدوم علم؟ سوالات همه مسخره. میگه کدوم علم؟ کدوم دنیا؟ کدوم آدم؟ کدوم محبت؟ کدوم فضل؟ کدوم؟ چرا اینقدر میپرسی؟ چرا جواب نمیدی؟ وای بر آدمای کورساس. بیچاره و ابله کسانی که خودشون رو واسه بقیه مردم به آب و آتیش میزنن. وای اونا هم جور دیگه نمیتونن زندگی بکنن آخه.
چی میگی تو؟ خوش به حال اونایی که از اول تا آخر روی حساب و کتاب زندگی میکنن. بدبخت. محلش نمیگذارم. به عقده گشایی افتاده. با آن همه سابقه ای که از معلومات و سواد دارد، خودش هم نمیداند که هدفش از این شعر و شعارها چیست. هذیان میگوید، بی حساب حرف میزند، آخرش هم نتیجه ای از روزه هایش نمیگیرد. اون کنار رو نگاه کن، اونجا رو میگن، سمت چپ خیابونو. نگاه هم را بر نمیگردانم. روی زمین رو نگاه کن، خواهش میکنم. لحنش مؤدبانه شده است. سرم را میچرخانم. ستاره های بیرنگی روی زمین افتادند. اینا رو میبینی که اینجوری شکسته و خورد شدن؟ همین اونها که رو زمین ولوان رو میگم ها. یه وقتی به ته اون سقفی چسبیده بودن که تو همون پاییز معروف ترک خورد. قصهشو نخور. من قصه نمیخورم. هر موقع لازم باشه دوباره به همون سقفا میچسبن. با کدوم شیشه؟ تو کدوم کوچه؟ کی بیاد دوباره درختی درست کنه که همون لامپای شکسته رو دووم بیاره؟ مگه نمیشه تغییر داد؟ دوباره پیدا کرد، قبلی ها رو بهتر کرد. با چی میخوای این کار رو بکنی؟ با خیال؟ با شعار و شعر؟ مگه نه اینکه آخرین باری که از این حرفا زدی مجبور شدی همه رو بذاری زمین و جلو پلاستو جمع کنی بری؟ ولی این بار دیگه فرق میکنه. این بار خیلی بیشتر یاد گرفتم. این دفعه میدونم ستاره هامو از چه جنسی بسازم. جدی نشو. ستاره متاره هم ولش کن. تا می آیم جوابش را بدهم توی گوش راستم دوباره صدای زنبور میپیچد. دستم را روی آن میگذارم. ناگهان توی گوش چپم هم پر از صدا میشود. با هر دو دست با تمام قدرت به گوشهایم فشار میآورم. چند لحظه ای که میگذرد صدا از شرارت میافتد. به آرامی دستم را برمیدارم. دور و برم را برانداز میکنم. رفته است مثل آن دفعه. بی که بگوید صدای زنبورها را که دوباره از دورتر به من نزدیک میشوند میشنوم. بازم چند روزه که حالش بد شده. شلوغ بازی هم راه انداخته؟ هنوز نه. خیلی خوب. فقط حواستون باشه که اگه دوباره بالا گرفت یه هفته صبح و شب از همون قبلیه بهش تزریق کنیم. از همون قبلیه های دکتر؟ بله از همون قبلیه. گاهی وقتا این اذیت میشه. خیلی سختی کشیده. چشم دکتر. هیچ ستاره دیگر وجود ندارد. خب دوستان، امیدوارم که این داستان که از نظر فرم و شکل به این برمیگرده که یک سورئالیسمی رو در واقع با زندگی عادی ترکیب میکنه و میگه. این از نظر اونهایی که داستان رو، خب حسنش اینه که وقتی من براتون میخونم اگر سوالی هم وجود داشته باشه، داستان برمیگرده به یک انسانی، حالا مرد باشه زن باشه هر کسی، که اون کابوس هایی که داره، شرایطی که داره، مشکلاتی که داره، فشارهایی که تو زندگی بهش میاد، دردایی که کشیده، دلیلی که داشته از اون غربتی که توش داره زندگی میکنه،
فشاری که بهش میاره، اینها به این شکل کارش به جای میرسه که احتیاج به درمان و دارو داره و این اما توی همین شرایطی که این روزگار داره برش میگذره توی اون بخش آسایشگاهی یک بیمارستان روانی، ولی تو اونجا این روزگار رو هم داره میگذرونه و این رو من سعی کردم تصویر بکنم در این داستانی که بود و ستاره ها و اون آمال و آرزوهایی که هر انسانی تو زندگیش داره، اینها اونجایی که با روزگاری که درگیر هست اون شکلی رو که دوست داره به وجود بیاره به وجود نمیاد، اون مشکلاتی پیش میاد که برای خیلی ها شاید پیش باشه و برای بعضی ها به شکل بدتری. به هر حال این اولین داستان بود که با این فرم، یعنی فرمی که گفتم رئالیسم جادویی اسمش رو میگذارن در بخش ادبیات، این رو خوندم براتون و داستانهای بعدی حالا هر کدوم اگر از نظر سبک به گروه های مختلف داستانی تعلق داشته باشه، اون رو هم میگم که نه تنها خود داستان قابل فهم تر باشه وقتی آدم گوش میکنه، آخرش میگم همیشه، بلکه اون سبکی رو هم که روش کار شده، اون سبک رو هم معرفی میکنم که اون آگاهی لازم رو برای اون بخشی که این آگاهی رو ندارن در کنار خودش داشته باشه. با سپاس و تا برنامه دیگه ببینیم که چی میشه.